Les spectacles this season. اندروماک تراژدی کلاسیک از ژان راسین، نمایشنامه نویس فرانسوی قرن 17 است. داستانی خونین از عشق‌های ناممکن و انتقام. اوغست عاشق ارمین است، ارمین عاشق پیروس است، پیروس عاشق اندروماک است و اندروماک عاشق هکتور است که مرده است. داستان این شخصیت‌ها 1 سال پس از جنگ تخوه رخ می‌دهد و از دیدگاه شکست خوردگان روایت می‌شود. با بازآفرینی این اسطوره، استفان برانشوی کارگردان نمایش شرایطی را به پرسش می‌کشد که در آن صلح ممکن می‌شود. چگونه می‌توان از کینه‌ای که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود در امان ماند؟ آیا پیروزی باید با نابودی کسانی همراه باشد که دشمن خوانده می‌شوند؟ این پرسش‌هایی که تراژدی مطرح می‌کند در نهایت همچنان به طرز سوزانی امروزی و مرتبط باقی مانده‌اند.